شخصی از عالم پرسید: برای عبادت کردن کدام روز بهتر است؟ عالم جواب داد: یک روز پیش از مرگ. شخص حیران شد. گفت: وقتی مرگ را هیچ کس نمی داند. عالم فرمود: پس هر روز زندگی خود را روز آخر فکر کن و عبادت کن، شاید فردا نباشد. مرگ حق است. مرگ را باید هر یک انسان هر روز، هر دقیقه و هر یک ثانیه به یاد آوردنش در کار. مرگ از من و شما پرسیده نمی آید. روی عالم بی پدر ماندن چه مشکل بوده است. مرغکی بی بال و پر ماندن چه مشکل بوده است. با خبر بودم ز نیک و بد طفیلت ای پدر. زار و نالان بی خبر ماندن چه مشکل بوده است. با دعایت سبز می شد مزرعه در قلب من. آرزوها را بی ثمر ماندن چه مشکل بوده است. از نگاهت گرم بوده خانه امید من. آشیان را بی شرر ماندن چه مشکل بوده است. روی عالم بی پدر ماندن چه مشکل بوده است. یکی بیچاره و تنها، یکی لب تشنه در صحرا، یکی بی درد بی پروا. عجب دنیاست این دنیا. یکی چون ماهی در شست، یکی بی پول یکی پول مست، یکی بی پا یکی بی دست. عجب دنیاست این دنیا. یکی با لعل خندان است، یکی با چشم گریان است، یکی با جان لرزان است. عجب دنیاست این دنیا. یکی یاری وفادار است، یکی بی رحم و قتال است، یکی مشتاق دیدار است. عجب دنیاست این دنیا. یکی از آدمی دور است، ز ثروت مست و معمور است، و فکرش از خود حاضر است. عجب دنیاست این دنیا.